داستان چیز تعریف کن که من داشتم گل میکشم. آقا هایده رو برام تعریف کردی، یاد میاد هایده رو استخدامش کردی بخونه بعد پولش نگرفته بود نمیخون؟ هایده رو یادمه. ما اونو تعریف کن برامون. سلام به برابکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. امروز با تولید کننده سوال اقتصادی ایرج اقتصادی، مهره اصلی و بابای شماره 1. بابا توی یک کامنت نوشته بود که سهیل توی ویدیوت گفتی که اگر ایران رژیم عوض نمیشد بابای من اعتمادش نخست وزیر شه. من فکر کنم چه آدم به قول معروف الکی و دروغگو و گندبینه. بلکه تو باباتو دیدم نخست وزیری کمه باباته و کاش بابات اینجا بود و این کشور رو میساخت. واسه که خیلی همه دوستت دارن و خیلی برات عشق و اینا میفرستن. منم خب خیلی خوش شانسم چون که بابای من بود. یعنی من این چیزی خوبی که مردم میبینن همیشه بغلم داشتم. انقدر خوب بودی که بعضی وقتا فکر می‌کنم فیلم بازی می‌کنی. چون مثلا یادم بچه بودم هر وقت مریض می‌شدم اگر نصف شب از خواب بیدار می‌شدم تو بغلم بودی و اینو چرا نمی‌تونم بفهمم که تو یعنی چی تمام شب نشستی اینجا بغلم هر دفعه. خیلی قوی مهربون بودی. خیلی متشکرم هم از محبت تو، هم از محبتی که دوستان ابراز کردن. به همشون سلامی گرم میرسونم و امیدوارم که همیشه در همه امور زندگیشون موفق و پیروز باشند. دمتون بابا. ممنون هستم. در این موردم که میگید من مهربون بودم، خب طبیعی است که هر انسانی بچه‌هاش رو دوست داره. البته کم و زیاد داره، بعضیا خیلی زیاد دوست دارن، بعضیا خیلی کم. بعضی‌ها مثل من از دوست داشتن گذشته به عشق میرسید و من عاشق بچه‌ها بودم، یعنی تو صدف. و خب اینا که داری میگید یه امر خیلی طبیعی است در مورد این موضوع که من بیدار میموندم. خیلی عجیبه واقعا. میگم فکر کنم حرفم مریض بودم اگه خوابیده بودم مریضی مثلا سرطان نه سرما خوردم مریضی بس من چون مریضی قوی نداشتم همیشه مریضیام چرت و پرت بود. من مریضی که همه بچه‌ها میشن اگه مریض میشم تا صبح بغل من میشست. من هیچ نمی‌فهمیدم که چطوری تمام شب نخوابه که مثلا چی من سرما خوردم مثلا به جهنم که سرما خوردم. آقا توی مسافرت که بودم همین هفته پیش که ویگاس بودم یکی یهو دو تا دوستان برای اول بار همدیگه دیده بودن که نمیدونن تا هم یا ندیده بودن. بعد شروع کردن راجع به من حرف زدن. بعد گفت آقا این خیلی بابا سهیل با خانواده‌اش خوبه و رابطه خیلی خفنی دارن و اصلا ما چیزی که تو خونمون هست مثل خونه نیست. و من گفتم چرا؟ نه ما هم داستان خودمون داریم. گفتن نه بابا تو جوری مامان بابات گل میکشی تو ماشین با مامان بابات گل میکشی نمیفهمی اصلا مامان بابا چقدر خفنه. راستش بخوای یادم رفته بود چون انقدر سالی که شما با این موضوع اوکی شدین که من مثلا جلوتون گل میزنم و اینا. این موضوع جالبیه چون این کسی که دارم میگم 40 سالشه. میدونی بچه کوچولو نیستش که مثلا یه 40 سالشه جلوش. نه که خودشش میگفت آرزومه من توی یک از مهمونیایی که خانوادگی هستم برم یه گوشه وایسم گل بزنم وقتی که مثلا تو خونم تو بالکنم بعد برم تو مثلا شما غذای خوشمزه مامانم خوردن بعد همیشه بیام برم قایم شم بزنم بعد یه رو وایسم که بوش بره ات کلم بزنم دهنمو بشونم با کسی حرف نزنم توهم داشته باشم که اگه مثلا میخوام یه گل بزنم اگرم هر چبخی با میفهمن شروع میکنم بهم گیر دادن و دعوا داریم و از این حرفا. اوه چه خبره 12 تا ماشین پلیس پارکه نه شوخی‌ها واقعا 12 تا ماشین پلیس. واقعا تو ندیدم 12 تا پلیس اینجوری. حالا بعد خواستم شما چی شد اوکی شدین با من؟ خب من خودم میدونم خیلی من زحمت کشیدم که شما با من اوکی شین. من باهاتون حرف زدم بحث کردم گفتم آقا من میخوام تو زندگیم باشیم نمیخوام از شما قایم شم ولی شما 3-4 سال اول قبول نمیکردین و خیلی مثلا جنگیدین. میخوام ببینم چی شد تسلیم شدین گفتین دیگه ما به قول معروف کارت شخمی گیرمون افتاده پسرمون مثلا احمقه یا اینکه مثلا گفتی که من دنیای متفاوت نمیفهمم نفهمیدن رو قبول میکنم یا اینکه گفتی که مثلا نه اصلا منم میفهمم که مثلا چیزی که ما فکر میکنیم خطرناک نیست و حالا مثلا زمان ما مشروب میخوریم اینا مثلا گل میزنن. میخوام از خودت بشم چطوری شد چون میگم مامان بابا ول نمیکنن. این پسرشو تو سن 40 سالگی 20 سال هم استاد میزنه هنوز بهش گیر میدن یا مثلا میگه هنوز میگه عوض شو از 20 سال. بعدم هیچکی بهتر از این نیست که من با تو الان حرفا بزنم. بله من آقا قبل از اینکه بابا چیز کنه میخوام به ماشین میگم خودش رانندگی کنه. این دکمه رو میزنم دیگه ماشین خودش بره. خب بفهمه من که میگی چند سال اول رو مخالف بودی خب طبیعتا من هنوز هم معتقد هستم که این گلی که شما میکشید به هر صورت توی زندگی شما اثرات منفی هم داره هیچ شکی درش نیست و خب من سعی میکردم که شاید تو بتونی از این کار دست بکشی
که اون عوامل منفی که من معتقدم که الان هست اون هم توی زندگی نباشه و خیلی قبول دارم، اونم بهترین حالت میشد. بله و این بود که خب یه چند سالی مبارزه کردم، ولی بعد از چند سال که دیدم نه تو خیلی علاقه‌مند هستی و نمیتونی ازش دست بکشی، خب من هم گفتم دیگه دلیلی نداره که من اصرار بکنم و این رو ناراحتش بکنم که بعد بره یواشکی بکشه. من میدونم این که میکشه، خب چرا بره یواشکی تو زیر زمین بکشه، چرا بره یواشکی توی باغچه بکشه، خب بذار بشینه جلوی من آزادانه بکشه و به نظر منم که زیاد اهمیت نداره این موضوع. اهمیتش فقط در اون مورد بود که من نمیخواستم که حتی بهترین باشی، اون نقاط منفی هم توی زندگی تو باشه، به قول خودت بهترین باشی. خب به این دلیل بود که موافقت کردم و مدتی هم با مادرت صحبت کردم تا قانعش کردم. چون خواستم همین سوال بعدی بود، خواستم بگم شیرین جون چه شیرین جون منو میدید میزد مادر تا منو میدید میزد زیر گریه. بله آره من باش صحبت کردم، نشوندم صحبت کردم تا مسئله مهمی نیست. این همینطوری که ما در گذشته هممون مشروب می‌خوردیم، خب طبیعی است که گرس هم یه چیزی شبیه مشروب. شما دوستاتون گرس باز هم زیاد من میدیدم، یعنی یادم ما خیلی زیاد داشتیم تو دوستامون. هم من خودم میشستم پاک میکردم عشق میکردم. بله ما تو دوستانمون هم گرسی زیاد داشتیم هم تریاکی و خیلی از دوستان واقعا خیلی خوشبوه. ولی من بعد از اینکه دیگه آقا ماشین بپید چپ بس دیگه صافه. بله و خب دوستان تریاکی هم زیاد داشتیم، ولی خب من باشون معاشرت میکردم. بارها و بارها اون سعی کردن که به منم بگن همیشه بهت میگفتن بله یه دفعه امتحان کن، یه دفعه فلان کن. گفتم نه چیزی که دوست ندارم دلیل نداره که امتحان بکنم و امتحان نکردم. ولی خب یه بار امتحان کرد، یه اصلا بگم یه بار همیشه بهش میگفتن، همیشه میگفتم. منم خیلی خوشحالم که بابام بهش میگن و میگه نه. و یه بار شمال بودیم بهش کلید کردم بزن بعد دیگه یه جایی خسته شد گفت بابا سرویسم کردی. میگم نمیخوام، میدونم چیه آشغالی چیه نمیخوام. بعد این وافور رو گرفت یه پک زد داد بیرون، چستودم کرد. من که بچه‌ام نمیفهمیدم. ببین افتادم زمین شروع کردم گریه کردن که گفتم ای وای. فیلم‌های ایرانی یادم افتاد که یارو افتاده تو کنار اتاق میلرزه، گفتم بابام دیگه از بین رفت، زندگیمون پاشید. گریه میکردم. بعد دوستای آقا به من میخندیدن قهقه بغلم میکردن آقا اوکی، به همه‌شون خنده‌شون گرفت. طبیعی دیگه مثلا یه پک زد یا بچه‌ش افتاد شروع کرد گریه کردن. من قشنگ صحنه یاد میاد یا نه؟ نه خیر دیگه من چون نه طبیعی یاد نداره، چون اصلا اهمیتی نداشت. یه گریه بوده بین 100 تا گریه. خب طبیعتا حافظه منم دیگه الان یاری نمیکنه. نه اصلا من دلیل نداره یادمونه. بله خیلی جالب بود. این خیلی واسم جالب. بعد از اون موقع همش نگران بودم که تریاکیشی. بعد دیدم تو هیچ وقت دیگه بهش دست نزنی و اونجا فهمیدم که اوکی میشه چیزی امتحان کرد. بعد بیخیال شد. بله ولی خب ما نتونستم. خب پس اینجوری بود. پس اون داستان چیزو تعریف کن که من داشتم گل میکشم. آقا من تو خونه تصمیم گرفتم گل بکارم. اینقدر گل ندیم پول ندیم، خسته شدم انقدر پول میدادم. بعد یه 4 تا گل کاشتم توی حموم خونه. این گلم سگزاده که میخری روش زده بود 3 ماهه در میاد. ما این گلو کاشتیم ماه 10 هنوز در نیومده بود، مثلا ماه 8. آقا چرا گل نمیدیم؟ نگو گل دادنش 3 ماه. وقتی که بزرگ شد بخواد شروع کنه گل دادن تا گلش 3 ماه. نه وقتی که تخم گذاشتی اونو نگفته بود. خلاصه دیگه این برنامه‌ای که من فکر کنم 3 ماهه مثلا 8 ماه طول کشیده بود. دیگه آخره 8 ماه که بود مثلا 3 هفته مونده بود تموم شه، یا بابام داده که آقا ما داریم میایم کانادا. ای بابا هرچی هم با اینا بحث کردیم که آقا یه ما دیرتر بیاین، نمیدونم الان هوا خوب نیست، اگه بهتره اینطور میشه. اینا که نه ما دقیقاً داریم هفته دیگه میایم. خیلی هم کاماندویی میمونن. زمین ما داریم میایم مثلا انگار مثلا رشت. دیگه هر کاری کردم میان دیگه. من موقع آفیس داشتم ساعت 3 صبح رفیقامو آوردم، 2 تا گذاشتم سر کوچه، گذاشتم ته کوچه. بعد هممون روی کانفرنس کال با هم وصل بودیم. بعد اونا گفتن هیچ ماشینی نیست، یه دونه ون آوردیم بریم تو پارکینگ خونه ما، در بستیم. این 4 تا گلدون رو گذاشتیم تو پشت هر کی نمی‌دونه که مثلا ما داریم جسدی منو برمی می‌کنیم. خلاص این 4 تا گلدون گذاشتیم پشت ماشین، درو بستیم، روشم کیسه سیاه کشیدم، رفتم طرف آفیسم می‌بیسیم و صحبت کردیم. بچه‌ها کسی هست کسی نیست. خلاصه اینا رو بردم گذاشتم توی آفیسمون، توی توالت آفیسمون. همه این کارا کردم که آقا نفهمه ما گل کاشتیم. بعد شب که خواب بودم وقتی اومده بود کلید آفیسمو برمی‌داره، چون من دروغ نمیگم. وقتی دروغ میگم مثلا که خیلی تابلو دروغ میگم دیگه. این عزیزا فهمیده بود که من یه چیزی تو اون آفیس دارم که نمیخوام این ببینه. البته میدونم از کجا، خیلی تابلوش قشنگ یادمه. یه روز آفیس بودم، بعد یهو دیدم دور پنجره داره
کارآگاه‌بازی نگاه میکنه. خب منم تو آفیسم کار میکردم دیگه، خیلی خوشحال شدم چه موقع خوبی کارآگاه اومد، منو دید دارم کار میکنم اینا. در باز کردم اومد تو، بعد آفیسم تا خونم مثلا 25 تا خونه اونورتر یه خونه رو گرفتم کردم آفیسم. بعد اومد گفتش که آره یه نگاهی کرد دید همه چی خوبه، ما هم گلمون نزدیم، آفیس بو گل میداد، یعنی بو گل نمیداد بعد بگم. خیلی خوشحال و اینا. بابا اومد دید و بعد گفت خب پس من میخوام برم جیش کنم. ای بابا حالا وسط جیش چه خونه 25 تا خونه واسه چه هم به دستشویی؟ منم دیگه نمیدونم به تو دستشویی گلا اونجوری همه زده چیده شدن رو زمین. گفتم که بابا شرمنده نمیتونی به دستشویی. گفت چرا؟ گفتم من اینجا رو با فلانی شریک شدیم، یکی از قرارامون این بوده که کسی دستشویی نمیتونه استفاده کنه به غیر از من و این، چون دستشویی کثیف بدمون میاد. گفت که فکر آره اوکی قبوله رفت. من گفتم اوکی راضی شدم. نگو من تابلو دارم بازی می‌بینم اینم داره میگه اوکی اسکول، من فکر خرم. و شب که میخوام میاد کلید آفیس رو برمی‌داره میره آفیس درو باز میکنه، بعد میبینی که اونجا گله ولی باز به من نمیگه. بعد من خودم 2 سال دیگه بهش داستان همین 2 سال تعریف کردم. گفت آره میدونم توی دستشویتونم بود گوشه بودین توی وان. حالا میخوام اون روز که در وانو باز کردی گلار دیدی میخوام مثلا تعریف کنی احساس چی بود؟ خب شک کرده بودم که دنبالی چنین کاری هستی، ولی میخواستم مطمئن بشم، چون من چیزی تا مطمئن نشم هیچ وقت مطرح نمی‌کنم. و وقتی که تو اون روز اون حرکت کردی که ما قرار گذاشتیم که حالا شاید هم یادت نیست که البته قبل از اون دفعه من گفته بودی که ما وقتی این اجاره گرفتیم با فلان شخص که البته اسمش یادم نیست شریک هستیم و با هم قرار گذاشتیم که هیچ یک از اعضای خانواده ما حق ندارن بیان تو آفیس ما. اونجا بود که من به قضیه شک کردم و بعد که آمدم اونجا و ظاهر رو گشتم و دیدم اینا و بعد اون داستان دستشویی پیش اومد گفتین نه فلان، گفتم این دیگه جزء شرط که نمیتونه باشه که کثیف باشه، چون حتما پسر من میدونه که من از اون خیلی تمیزترم، اگر تمیزتر نباشم بودم میگفتم برو تو واقعیت. بله خلاصه دستم گوشم رو فرمون چون پلیس اینجاست. بله تقریبا شکم تبدیل به یقین 99% شد. این بود که خب روی کنجکاوی شبانه تخت خوابودی کلید رو برداشتم اومدم رفتم اونجا و نگاه کردم دیدم بله اون هست و خب به رود نیاوردم چون دیگه داشتم خودم رو آماده میکردم که بپذیرم تو میکشی و نمیخواستم به تو یه شوکی وارد کنم که من رفتم و دیدم و چرا دروغ گفتی و داد و بیداد و سر صدا. خب طبیعا اهل این کار نبودم، فقط میخواستم مطمئن بشم. وقتی مطمئن شدم از اون موقع تصمیم گرفتم که دیگه کاری نداشته باشم و بذارم آزادانه بکشی. ولی خب گفتم حالا یک دفعه هم که نه کم کم این کارو میکنم که خب کم اول مادرتون رو راضی کردم و بعد یه بهت گفتم که البته یه دفعه خودت اومدی و دیگه شروع کردی پیش من چه خواهش میکنم اجازه بده بکشم. گفتم بله من میدونم خیلی وقت میکشی اشکالی نداره برو بکش، ولی تو خونه بکش، نمیخواد بره بیرون بکشی. ما یه داستان خنده‌دار دارم. میرفتم بیسمنت تو خونه که بابا بود بالا بود، من رفتم پایین تو بیسمنت، بعد اونجا درو میبستم میرفتم تو توالت اونجا آروم یه چند تا پوک میزدم و به قول معروف میرفتم مثلا وای میستم نیم ساعت بگذره بعد برمیگشتم میرفتم بالا که مثلا بومو نیاد. کجا داره میره؟ بعد چپ الان خوش میدونه دیگه. بعد یو پایین بودم تو همون داشتم گل میزدم دیدم تق صدای در میاد. گفتم ای بابا شانس یه تمیز کن اتکلون بزنه اینا تق در همینجوری داره میزنه. فکر کردم بابامه دیگه. من درو باز کردم بابا نیست دایمه. بعد میگه که داری گل میزنی؟ میگم آره. از کجا فهمیدی؟ میگه کل بالا بوی گل میاد. حالا نگو این دستشویی که تو پایینه فنش جلوی در بالاست، یعنی اگه اونجا تو گل بزنی بیای تو بالکن کل اونجا بو میده. بعد من دارم مثلا فکر کنم من 2 ساله دارم اینجا گل میزنم یواشکی 2 سالم از شانسی مامان من همون موقع نرفتن توی حیاط که اینو با هم مواجه بشن این بوی وحشت، چون گوشم از قشنگ گیر میکرد میدونستی اخونه تو داره میاد. عمرم فکر نمیکرد از همسایه از چیزی فلان. بعد دیگه اون یه داستان خنده‌دار بود قبلش، ولی یه جورایی شاید باور نکنی ولی خیلی حال میداد، چون من همش گل میزدم بعد شما که میبینید گل قطع میشد. بعد دیگه تمام روز همه کارامو میکردم باعث تو شما بخوابید. شما که میخوابیدی میرفتم یواش یه گل برمی‌داشتم 2 تا پاک میزدم بعد یه 2-3 ساعت چت بودم برای خودم تنها میشستم حال میکردم. بعد دوباره میومدم مثلا فردا صبح دوباره روزی از روزی انو. بعد یه چیزی که خیلی حال میداد یه دونه گل توی ماشین قایم می‌کردم وقتی می‌بردم تو فرودگاه که می‌ذاشتم تو میومدم بیرون گله رو می‌زدم بعد تو خونه موزیک و
دیگه فلان رو زنگ می‌زدم بچه‌ها میرسن خونه 5 نفر خونه بود پارتی تا دفعه بعد که شما دوباره برگردین. خیلی تایم، یعنی اوناش هم خیلی شیرین بود. بله برای تو شیرین بود، ولی برای ما که اون همه قصه می‌خوردیم که داریم دوباره پسرمون رو تنها می‌ذاریم و میریم، برای دلم برای خودم و خانومم میسوزه. که تو آرزو می‌کردی ما بریم، من دلم میسوخت که الان دوباره می‌ریم پسرم تنها میشه اینجا. بله. نه من یادم یه بار ترافیک بود پیاده شده بودم داد می‌زدم گفتم برید یه وقت مامان من جا نمونه، چون چیز بود دیگه. میگم این سر همینه دیگه، مثلا برای همین بدم میومد شما ندونی، چون میگفتم من نباید دلم بخواد مامان بابام برن، ولی اگه دلم بخواد مامان بابام برن به خاطر اینکه نمیتونم راحت باشم پیششون. آقا برات باحال نیست ماشین خوش رانندگی میکنه؟ برای من چرا؟ خیلی من هر دفعه پراکار کم میریزه. تکنیک جالبیه و واقعا شاهکاری است. یه داستان تعریف کنی، داستان بامزه، داستان داری تعریف می‌کنی، مثلا رفیقات نمیدونم بچه بودین این سری کارا می‌کردیم، تعریف کن ببینیم مثلا چند مثلا چه سالی رفتی دانشگاه؟ سالی رفتم دانشگاه، اگه یادم نمیاد باور می‌کنی؟ آره چون 1950 رفتی دیگه، حداقل نه؟ 50 60 سال ازش گذشته. خب همین دارم میگم دیگه. همون 50 60 سال پیش می‌خواستین کرم بریزین چیکار می‌کردین؟ دیوونه بازی ترین کاری که کردین چی بوده که مثلا دو تا من اصولا آدم خیلی آرامی بودم و هیچ وقت کار به قول شما کارهای خفن نکردم، روی روال خیلی عادی، خیلی با همه رفتارم مؤدبانه بود و یادم نمیاد که واقعا هیچ کار بدی کرده باشم، کار خفنی کرده باشم به قول شما، یا کاری کرده باشم که باعث ناراحتی دیگران بشم. هیچ وقت تو زندگی پیش نیامد. همیشه در آرامش بودم، در ارتباط با دیگران آرامش خیلی زیادی داشتم و به همین دلیلم بود که خیلی دوست زیاد داشتم و هیچ وقت کسی رو آزرده نمی کردم از خودم به هیچ وجه. همیشه دوست داشتم که به دیگران محبت بکنم، یعنی دوست داشتم، نه که فکر کنید تظاهر می کردم، نه علاقه‌مند بودم که همیشه با دیگران رفتار خوب داشته باشم و از این کار خودم لذت می بردم، که آدم مؤدبی باشم، آدم باشم که رعایت دیگران رو بکنم. هرگز حرفی نزدم که مثلا دوستی رو برنجونم یا ناراحت کنم، چون بعضی‌ها هستن که به هم دیگه متلک میگن. واقعا من هرگز هیچ وقت به یکی از دوستانم یا آشنایانم یا اطرافیانم متلک هیچ وقت نگفتم و به این دلیل واقعا هیچ خاطره‌ای که بتونم تعریف بکنم در این مورد میتونم بگم نه ندارم. من یه دونه میدونم. بگو. اونی که رفیقتون رو اذیت می‌کردین. چی؟ رفیقتون رو اذیت می‌کردین، درخت می‌ذارین تو تخت خواب با مش میزنه. اونو من نکردم. اونو ما یه اردوگاهایی داشتیم در پیشانگی که می‌رفتیم اردوگاه‌ها. بعد یکی از دوستانمون خیلی اون دیگه آدم جدی بود، از من انقدر جدی‌تر بود که دیگه اونوری افتاده بود، همه بعدشون میومد ازش و این رو اذیت می‌کردن. از جمله مثلا شب که میخواست بخوابه به قول خودت میرفتن یه درخت رو خوابش میذاشتن. البته قبلا یکی دو بار شبای رفتن تو رخت خوابش خوابیدن، بعد اینم بیامد و اینا رو با مش میزد و اینا میخندن و پامیشتن میرفتن و بعد دفعه بعد از دو سه بار که اینو عادتش دادن یه دونه کنده درخت بزرگ آدم گذاشتن اونجا. اون ما از دور با مشت، خیلی هم آدم عصبی بود و واقعا میزد با تمام قوا، سنگدل با تمام قوا و زور مشتشو پرتاب میکرد. آمد مشتشو پرتاب کرد، خورد به اون. یادم هست که نمیدونم شاید که دو تا خودش هم ترک برداشت، انقدر شدید بود که کارش همون شب به بیمارستان کشید. اون من نه اون دیگران بودن، من به عنوان خاطره برای شما تعریف کردم. خب یادم داستانتو که من نمیدونم الان یادت بیاد یا نه، هایده رو برام تعریف کردی، یاد میاد هایده رو استخدامش کردی بخونه بعد پولش نگرفته بود؟ بله هایده رو یادمه. ما اونو تعریف کن برامون بچه عکس ها. بله من اون زمان خیلی هم علاقه‌مند بودم به کارهای خیرخواهانه. از جمله همیشه سعی می‌کردم در سالهای نو شب عید که می‌خواد به نزدیک بشه سعی کنم به بچه‌های بی‌بضاعت کمک کنم. خب این خود من این امکان نداشتم که برم، از انقدر پول نداشتم که برم خودم مثلا اینا رو بهشون کمک بکنم.
می آمدم و از طریق یک جلساتی بود که اون زمان واقعا اسم اون جلسات یادم رفته که تشکیل اون جلسه رو میدادیم و دعوت میکردیم از عده‌ای که میدونستیم تمکن مالی دارن، دعوت میکردیم می آمدن و ازشون پول میگرفتیم و اون پولا رو زیر نظر یه چند نفری که خودشون تعیین میکردن این پولا رو هزینه میکردن و لباس میخریدن، چیزایی که فکر میکردیم کفش میخریدن، چیزایی که فکر میکردیم بچه‌ها دارن میخریدن و شب عید بین بچه‌های بی‌وضاحت تقسیم میکردیم. یکی از دفعاتی که می‌خواستیم برنامه بذاریم برنامه گاردان پارتی بود، بهش اون موقع گفتن گاردان پارتی، یعنی گاردن منظورته؟ بله ما گاردن، ولی ما اونجا گفتن گاردان پارتی. به این شکل بود که مثلا در یه جایی یه جشنی برپا می‌کردیم، برنامه‌های سرگرم کننده درست می‌کردیم و از عده زیادی دعوت می‌کردیم که بیان و بعد از اونها بهشون هم اعلام می‌کردیم قبلا که یه همچین چیزی داریم و ما می‌خوایم برای بی‌وضاحت بچه‌های بی‌وضاحت شب عید پول جمع کنیم و بعد بلیت می‌فروختیم. این بلیت‌ها رو می‌فرستادیم برای مردم، اونها هم حالا هر کس هر چقدر که دلش می‌خواست پول رو می‌ذاشت توی پاکت و می‌فرستاد، ما هم برنامه رو اجرا می‌کردیم. بعد سعی می‌کردیم که برنامه‌های تفریحی داشته باشیم. یکی از دفعاتی که از دوستان ما که کمک می‌کرد گفت فلانی من میتونم خانم هایدرم دعوت کنم بیاد. گفتم خب چه از این بهتر، خیلی هم استقبال می‌کنیم و خیلی متشکرم و باشه دعوت کنید. ما تو برنامه دیدیم، ما توی نامه‌ها نوشتیم که با شرکت خانم هایده. خب خانم هایده اون موقع خیلی بزرگ معروف بود و مشهور بود و خب مردم رو جذب می‌کرد. خلاصه شب اجرای برنامه پیش اومد، ما یک رستوران خیلی بزرگی رو در خارج از شهر تقریبا تهیه کرده بودیم، صحبت کرده بودیم و آماده کرده بودیم برای این کار رو و شب شد و برنامه‌ها شروع شد. برنامه‌های تفریحی مختلف، حالا البته یکی شب مال خانم هایده بود تا زمانی که نوبت خانم هایده برسه. خانم هایده که روحش شاد باشه و حالا دیگه در قید حیات نیست، غیبتش نباشه، آمد گفتش که خب پول منو بدید. گفتیم پول چیه؟ گفت دستمزد منو، من که مجانی نمیخونم. گفتم خانم هایده ما قرارمون برای این نبود، آقای فلانی که شما رو معرفی کردن میدونستن که ما چه برنامه‌ای داریم، ما نیومدیم از مردم پول بگیریم و بدیم به شما، پول می‌خوایم بدیم به لباس بچه‌ها. گفت من چیزا سرم نمیشه، من تا پول نگیرم روی صحنه نمیرم. هی شروع کردیم با این از این در از اون در صحبت کردن. این داستان خانم اینه، ما اینقدر پول جمع کردیم و این پول باید خب الان 50% رو بدیم به شما و آیا شما اینو عادلانه میتونید؟ ولی هر کاری کردیم زیر بار نرفت. من تا پول نگیرم روی صحنه نمیرم. گفتم بس چند دقیقه به من وقت بدید. حالا خودم تو صحنه وایساده بودیم، تا پرده جلوشه کشیده بود. رفتم اون ور پرده، گفتم مهمانان عزیز توجه بفرمایید، ما نوشتیم برای شما که این برنامه با حضور خانم امشب با حضور خانم هایده برگزار میشه، ولی متاسفانه با یه مشکل برخورد کردیم. خانم هایده الان پشت پرده هستن برای آماده برای اینکه روی صحنه بیان، اما آمدند و از ما تقاضای پول میکنن ما نمیدونستیم و ما هم نمیدونستیم که ایشون با پول میخواد بیاد، چون آقای فلانی که الان تو جلسه هستن پیش شما نشستن، خواهش من بلند شه. ایشون بلند شد. گفتم ایشون گفتن که من خانم هایده رو میارم و مجانی، درست است یا نه؟ گفت بله. گفتم خب ما به این فکر میکردیم که ایشون میان و بدون که پولی بگیرن تا این کار خیرخواهانه میکنن میرن، ولی الان میگن من پول میخوام. خب من اگر الان بگم نه نمیدم برو، خب شما فردا به من ایراد میگیرید. اگر بگم نه بمون، کار خیرمون خب از بین میره. تمام این پول باید دادم به اون. نظرتون چیه؟ کل جمعیت گفتن نمیخوایم و فریادا بلند شد. همه گفتن نمیخوایم و من داشتم تصمیم گرفتم که برم پشت پرده بخوام بگم برو بساطا جمع کن برو. خودش اومد جلو پرده، چون میشینه دیگه از پشت پرده، آمد جلو و گفت نه خیر. من شروع کردم به صحبت کردن که بعد از هر جا برم خب پول میگیرم فلان میگیرم، ولی نمیدونستم یه همچین ماجرایی، حالا که این ماجراست نخیر من برنامه اجرا میکنم بیشتر از همیشه و بهتر از همیشه. خب همه براش کف زدن و بعد اومد رو صحنه و واقعا برنامه خوبی اجرا کرد و بعدش هم رفت. البته من بعداً یک کادو از خودم براش تهیه کردم و براش فرستادم. خیلی باحال این داستانه. خلاصه میگم ما بچه همه هر کاری که بابام کرده تکنیکی من دارم میکنم، فقط کشور ندارم. کشورم بدید من بچرخونم دیگه همه کاراشو کردم. خیلی خب دم دیگه بابا من مثلا میخوره همین حرفاتو همه خیلی دوست دارن. مثلا همین که حرف میزنی کاری ندارن چی میگی. بله. به هر صورت به دوستان بدرود میگم و برای همه آرزوی شادکامی دارم.
دمت گرم. برای بکس بابا رو ببرم دکتر چشم و دیگه خورده با هم حال کنیم. شب و روزتون خوش. چاکس. سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، دو 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 سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، سوال اقتصادی.